سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدم یک خوراکی درمانی رو بهتون معرفی کنم که 30 نوع بیماری رو میتونه درمان بکنه و به لطف خدا در نسخه های درمانی بیشتر پزشکان قرار گرفته. قارچ گانودرما. این قارچ با این بسته بندی ابتدا در کانادا و سپس در ایران یافت میشه. مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی شیراز هست و اینکه در ترکیب با جنسینگ، حالا شیر خشک، قهوه وجود داره و افرادی که بیماری هایی مثل کبد چرب، دیابت نوع 2، کلسترول بالا، فشار خون بالا، آسم، بیماری های پوستی، ریزش مو، زخم معده، استرس و غیره دارن رو خدا رو شکر تونستیم با این مورد درمان کنیم. چطور استفاده میشه؟ ناشتا بهتره که ناشتا با آب جوش 90 درجه میل کنید. موفق و مؤید.